بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبی و مولای رسول الله و علی آله و صحبه و من والا. در تقوا سخن می گفتیم و راهکارهای پررنگ کردن تقوا. گفتیم از این راهکارهایی که خودمون رو میتونیم متقی بار بیاریم، یکی اینه که همیشه تجدید عهد و میعاد داشته باشیم با خدامون، همیشه احساس مراقبت الهی بکنیم و همیشه خودمون رو مورد محاسبه قرار بدیم. و نقطه چهارم اینی که خودمون رو تنبیه کنیم. اگه از ما یک کوتاهی سر زد، خودمون رو تنبیه کنیم تا دوباره به اون کوتاهی نیاریم. اگر شما اومدید نماز فجرتون قضا شد، یک آه حسرتی از قلبتون بر اومد و پشیمونی، این آه حسرت دل شیطان اینو که شما رو براتون لالایی خونده، شما رو خواب کرده میترکونه، فردا شبش همین شیطان میاد شما رو برای نماز فجرت بیدار میکنه تا نکنه که اون اجر پشیمانی و توبه رو بگیری. پس همیشه باید اگر از ما کوتاهی زد، خودمون، خانوادهمون، فرزندامون، همه خودمون رو مجبور کنیم بر تقوا، بر استقامت در راه خدا. حضرت عمر رضی الله عنه رفته بود باغ، تو باغش اونجا داشت مشغول کار و اینا بود که نماز جماعت شد. نماز جماعت از دستش رفت. آقا باغم رو صدقه کردم، این باغی که باعث شده من از نماز جماعت به اصطلاح نمازم از دستم بره، همه این باغ صدقه از بر بینوایان. یه روزی نماز مغربش تأخیر شد، نگاه کرد به آسمون، دید که نماز مغرب تأخیر شده، 2 ستاره اومده بیرون. رفت 2 تا غلام گرفت، آزادشون کرد تا نکنه که بار دیگه مال و زندگی و مشغولیت ها اون رو از نماز تأخیر بندازه. ابو طلحه انصاری یه جای تو باغش داشت نماز میخوند و یک مشغول عبادت بود، یه قناری از اونجا رد شد، چشمش به اونور به قناریه مشغول شد. گفت این مال دنیاست که منو از نماز عبادت برمیداره، همه ی باغم صدقه است در راه خدا. تمیم داری یک شب در نماز تهجدش رو از دست داد. 1 سال خودش رو مجبور کرد که هر شب نماز تهجد بخونه تا تنبیه کنه خودش رو بر این که در عبادت کوتاهی نکنه. حسان ابن سنان خانه ای دید، گفت که به چه خانه خوشگل و زیبایی. بعد گفت که به من چه اصلا؟ من حسن اسلام المرء ترکه ما یعنی از خوبی اسلام هر انسان اینه که به اون چیزی در اون چیزی که بهش ربط نداره در اون دخالت نکنه. و 1 سال روزه گرفت تا زبانش دوباره کج نره. وقتی که احساس کردی کوتاهی کردی در عبادتی، وقتی احساس کردی لغزشی ازت صورت گرفته، خودت رو با نماز، با روزه، با صدقه دادن، با عبادت بیشتر تنبیه کن تا در راه استقامت داشته باشی و شیطان نیاد مزاحمت بشه. چیزی که باعث شد کوتاهی کنی شیطان بود. وسوسه شیطان رو با عبادت بزن محکم، یه مشتی تو دهن شیطان که بار دیگه نیاد مزاحمت نشه.